در فهمش عامیانه ما مکر زن یعنی حیله‌های شیطانی، ولی در لغت اگر نگاه کنید در خود عربی مکر به معنای تدبیر، راه حل آمده است. حتی در قرآن در سوره آل عمران خود خداوند را مکار گفته است. والله خیر الماکرین، یعنی خداوند از همه مکارتر است. چرا خیلی گفته است؟ چون کلمه مکار به معنای تدبیر کننده، راه حل داننده. انا از همین رو مکر زن در کتابای ما، در سمک عیار، در جامع لوکایا، در توتینامه به معنای عقلی ظریف و راه حل های زنانه آمده است، نه به معنای شیطانی. ما یک سلسله کتابای نثر روایی داریم که اونجا در سیمای زن بسیار جدیتر، بسیار قهرمانتر است. مثلا سمک عیار، جامع لوکایا، توتینامه، سیمبادنامه، 1001 شب. خب البته در قوس بگم که سیمبادنامه یگانه کتاب است که نام غیر رسمیش مکر النساء است، یعنی کتاب مکر زنان، و کتاب است که از هند آمده است، چون در هند جایگاه زن بسیار خوار و زار بود در وقت در تفکر هند. برای در سیمبادنامه همه سیمبادنامه همین لعنت زن و مکر زن و حیله زن و زن ناقص العقل، زن شیطان، درخت مکر زن صدرش دارد، این در سیمبادنامه هست. ولی همه مؤلفان محققان گفتن که سیمبادنامه ترجمه اثر هندی است، این مال فرهنگ ما نیست. ولی مثلا سمک عیار مال فرهنگ ماست که در اوج زن هیچ وقت نه لعنتی است نه ناقص العقل است، بلکه زن عیار است، پهلوان است، جنگاور است، ملکه است. بنابراین زن در سمک عیار یک زنی جسور و عیار، میدونی عیار یعنی یک جوان مردایی بودن که با صفتای فوق العاده جسمانی و عقلانی مسلح بودن، اونا رو گفتن عیار. یعنی حتی زنها به گروه عیاران داخل بشدن، زنان پهلوان. از این رو در سمک عیار که اثری تاجیکی زن چنین سیمای برجسته دارد. ولی ما درباره 1001 شب میگفتیم که همین داستان 1001 شب برای شما باید از همه مهم باشد، زیرا داستان 1001 شب سناریش نقل نمیکنیم. پیام اساسیش چی است؟ پیام اساسیش این است که یک شاه ظالم هر شب زنی را به خدمت خود میگرفت و سحر سرش را میبریدند. تصور که یک دستگاه زنکشی، هر شب یک زن را قبول کند، سحر سرش را برد. ولی وقتی نوبت یک دختر تاجیک با نام شهرزاد شد، تمام قصه دیگر شد. شهرزاد آمد، حیله و تدبیر کرد، یک قصه جالب گفت تا سحر به شما معقول شد. گفت که خیره نکشیم، پگاه شب بگه، با پگاه شب. همین خیل 1001 شب شهرزاد قصه گفت و از مرگ نجات یافت. انا که پیامش چه؟ یکم این که 1001 در فرهنگ ما اگر رقم گیریم 1001 شب قریب 3 سال بشد، 3 سال میشد. پس همین دختر 3 سال قصه و افسانه و روایت و ربایی و شعر و مثل گفته میتونسته است. پس یک دختری بسیار دانشمند بوده است که 3 سال گپ زند و گپی عادی هم نه، گپی که با مرگ بازی داره. دوم اگر این 1001 شب در مسائل تاجیکی گیریم، ما 1001 به معنای بی آخر میگیریم، نه اینکه 1001 رقمی، بلکه حدودی، بی حدودی. این معناش این است که انمی زن بی حدود، بی آخر گپ زد، قصه گفت، تاریخ گفت، روایت گفت، مثل گفت، حکایه گفت، شعر گفت. یعنی این یک دریا بوده است، یک انسیکلوپدیا بوده است. شهرزاد یک کتابخانه بوده است که توانسته است تا آخر 1001 یعنی سالها گپ زد و شاه نتوانسته میره کشته. انا که پیام اساسی چی است؟ پیام اساسی این پیروزی
دانش و معرفت یک زنی توجیک بر جهالت و قدرت است. انا اینجا در قرصک زده میشه. خب یعنی چی؟ یعنی که یک زنی توجیک با دانشی به انتهای خود، با مهارت سخنوری خود، با نمون نزاکت بیان و جالبیت قصه خود توانست یک شاه ظالم را مهار کند، یک قدرت را مغلوب کند. و همین قصه شهرزاده این قصه پیروزی علم و معرفت، علم زن بر جهالت است. و پیام شهرزاده به شما این است که نجات شما در دانش است، نجات شما در علم است، در معرفت است. یعنی وقتی که مؤلف میاره اخیر معرفت همین زن رو بر قدرت و جهالت او شاه غالب میگردونه، این پیام است برای همه زنها که راه حل همین است. از این رو به بعض فعالان حقوق زن من همیشه میگفتم که شما به زنها فقط درباره حقوقش گپ نزنید، درباره بالا بردن معرفتش گپ زنید. وقتی معرفتش که بلند شد حقوقش هم خودش میشناسد، جایگاهش هم میشناسد، جایگاه خودش هم جایگاه مرد رو هم. بنابراین زنی حقوقدان خالی خشونت میآفرد، اما زنی با معرفت توازنی زندگی را نگاه میدارد، خانواده‌اش هم نگاه میدارد و جایگاه خود. و در آخر یک بحثی درباره مکر زن. من 10 کتاب نگاه کردم. در فهمش عامیانه ما مکر زن یعنی حیله‌های شیطانی، ولی در لغت اگر نگاه کنید در خود عربی مکر به معنای تدبیر، راه حل آمده است. حتی در قرآن در سوره آل عمران خود خداوند را مکار گفته است. والله خیر الماکرین، یعنی خداوند از همه مکارتر است. چرا خیلی گفته است؟ چون کلمه مکار به معنای تدبیر کننده، راه حل داننده. انا از همین رو مکر زن در کتابای ما، در سمک عیار، در جامع لوکایا، در توتینامه به معنای عقلی ظریف و راه حل‌های زنانه آمده است، نه به معنای شیطانی. فقط گفتن در سیمبادنامه است. بنابراین من میخواستم که در خلاصه که یک بازنگری اگر به فرهنگ خود کنیم، مخصوص با مردها، شاید شما هم زنها یک بازنگری کنیم. من میخواستم که شما رو، زنان عزیز رو، بانوان رو به مقام امو فرشته ما، به مقام امو ملکه های با معرفت، به مقام امو زنانی با معرفت برگردانیم.